با نام یاد خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. همه استادانی که برای من درس گفتن در مکتب میان این 11 سال من راضی هستم. این از همه اونها راضی هستم و بسیار افتخار میکنم که از چنین استادان درس آموختم. البته جایگاه همش برای من عزیز است، جایگاه همش برای من گرامی است، اما وقتی که من از مکتب رقم 29 در شهر وحدت به گیمنازیای رقم 4 شهر وحدت آمدم، همیشه این درگاه، همین گیمنازیای رقم 4 به نام تیمور صابری شهر وحدت، اون وقت واقعا برام یک مکتب افسانوی بود. یک مکتب بود که من امروزها فکر میکنم چقدر نظم، چقدر تازگی، چقدر زیبایی و چقدر جالب بود درس های این درگاه برای ما. و کسانی که در این درگاه خواندند این اوارا میبینن، شاید این گفته های ما را تایید میکنن. و میان همه اون استادانی که با ما در این درگاه درس گفتن، یک استاد داشتیم که نامش همیشه در فکری من هست، در یادی من هست. من گاه وقتا چهرش از پیش من میگذرد. البته استاد در قید حیات هستند، خداوند عمرشون دراز کند. استاد فرخوف صدرالدین فرخویچ. چرا نسبت به همه اون استادانی که در مکتب برای من درس گفتن، این استاد همیشه در خاطر من باقی مانده است؟ چون استادانی بودن که برای ما نوشتن را یاد دادن، شخصا به من حساب را یاد دادن، خواندن را یاد دادن. خواندن منظورم اون هجا و حرف ها را برای ما شناساندند و چه طرز خواندن جمله را یاد دادند. اما استاد فرخوف صدرالدین فرخویچ نفری بود در مکتب که برای من اندیشه کردن را یاد داد، به مسئله ها از دیگر زاویه نگاه کردن را یاد داد. استاد فن حقوق بودند. اون وقت یک فن دیگر هم در دانشگاه در همون مکتب میانه، ببخشید در مکتب میانه بود، با نام فن جامعه شناسی. این درس هم استاد فرخوف صدرالدین فرخویچ برای ما درس میگفتند. همیشه لباس هایش پاک بود. من فکر میکردم که استاد همیشه لباس نو میپوشد. اینقدر با صلابت بود، اینقدر راهگردی هاش، درس گفتن هاش واقعا در خاطر من مانده است. من هیچ وقت غضب این استاد را ندیدم. باور کنید، من این مبالغه نمیکنم، من غضب این استاد را ندیدم. و همین خیلی یک کلیدوری دراز بود. ما می رفتیم و یک جا استاد صنفخانه استاد بودن و استاد داخل همین صنفخانه یک اتاقی که علاهیده داشتن که پر از کتاب بود. هر وقتی که یک حرف میگفت، یک اندیشه میگفت، به خاطر تقویت اون اندیشش، به خاطر تقویت اون حرفش، یک پاپکای بزرگ رو میوار از داخل اون همون سال هاست که اون گازیت ها رو بریده است، جا به جا کرد یا کتابای زیاد داشت، برای ما نشون میداد، معرفی میکرد. و من میدیدم که یک استاد چقدر در کسب خود جدی هستند، چقدر در کسب خود عاشق هستند. و همیشه در چهرهشون تبسم بود ولی این تبسم، این با نظم بودن ما را وادار میکرد که این استاد بیشتر احترام کنیم از استادان دیگر و همیشه تلاش میکردیم که زودتر به درس این استاد برسیم. و اگر یادی بچه ها باشد، ما در درس استاد بیشتر بحث میشدیم، بیشتر آزاد خود را احساس میکردیم. و استاد فرخوف صدرالدین فرخویچ یگانه نفری بود در مکتب که برای ما اندیشه کردن یاد میداد. و معلم فن حقوق بودن. هیچ وقت از یادم نمیرود در یک بحث یک شعر گفتن، 2 مصرع شعر گفتن که من در یک بار گفتن آنها در یادم مانده است. استاد گفتن که در مسئله این حق تلاشی و چگونه حق خود را رعایت کنیم، چون بحث درس حقوق بود، ما میگفتیم حقوق رعایت نمیشوند، استاد نظر خودشون نداشتن، ولی هیچ وقت کدام مکتب بچه رو تحقیر نکردن. من یادم نیست که استاد کسی رو زده باشند در درس، ولی همه وقتی که استاد در درس حاضر میشد، آنهایی که میخواندن، آنهایی که نمیخواندن، همه گوش میکردن استاد رو، همه گوش میکردن که استاد امروز چی را میگوید، امروز کدام موضوع را میگوید. و استاد همون لحظه گفتند که در راه مردانگی شمشیر میباید گرفت، حق خود را از دهان شیر میباید گرفت. من خدا شاهد است، با یک بار گفتن استاد همین شعر در یاد من ماند از همان وقت
و استاد طرز صحبت میکردن، طرز جمله بندی داشتن که با یک بار گفتنی درس مسئله خیلی چیزاش در خاطر ما حفظ میشد و استاد تلاش میکردن که نشان بدهند که حق چیست، باطل چیست و وقتی که یک موضوع رو میگفتن نظر شما چی است. برای من عجیب بود. من صنف 9 بودم، اولین بار میدیدم که یک استاد میگه و ما که نظر شما چی است، شما چی نظر دارید، شما در این موضوع چی فکر دارید. و از اینجاست که خاطرات این استاد همیشه در یاد من هست. و یک دیگرشون این بود که وقتی قانون‌ها رو، حقوق رو برای ما درس میدادن و بعد درس ما گاه با استاد تنها می نشستیم، صحبت میکردیم و از همون کتابخانه اتاقی که در همون مکتب داشتند در داخل سیم که پر از کتاب بود و اون روزنامه‌ای رو که اون کس گفتم از هر جا بریده در هر موضوع، فقط فن حقوق نبود. یک جا درباره سرعت ماشین میگفتند، اگر میگفتند این در فلان گازت فلان سال فلان عالم اینا گفته است یا این کتاب اینا گفته است، بیرون از درس خودشون هم بعضی موضوع را مطرح میکردند. ولی طول 4 ساله که من بیوسته با این استاد نزدیک بودم و درساشو در گیمنازیا با ما درس میگفت، هیچ وقت در درس از زندگی خودش برای ما قصه نمیکرد و هیچ وقت درباره زندگیش با ما صحبت نمیکرد. من همیشه فکر میکردم که این استاد هیچ مشکلی در زندگی ندارد، چون اون طرز لباس پوشی، اون طرز حرکت، اون طرز نگاه، اون طرز درس گفتن، فکر میکرد یک انسان است که همه چی در زندگیش تأمین است، همه چیز رو دارد و بسیار اعتماد به نفس است و بسیار قوی است. من میگفتم که من باید مثل این استاد باشم در زندگی. من وقتی که اگر یادی مکتب کنم، یادی دوران مکتب خوانی کنم، بروم به خاطر اون وقتا که چی خواندیم، استادا چگونه بودن، اولین نفری که پیش نظرم میاد این استاد فرخ صدرالدین فرخویچ است. البته پس از ختم مکتب من استاد رو بارها در راه دیدم، احوال پرسی کردم، ولی اینکه بار به سراغ ایشان نرفتم یا نرفتم خود را گناهکار احساس میکنم و از این برنامه به استاد سلام میفرستم، به استاد پیام میفرستم و میگم استاد تشکر که برای من اندیشه کردن را یاد دادید، تشکر که برای من نگاه به مسئله ها رو از دیگر از چند طرف نگاه کردن رو آموختید، تشکر به شما که برای من حق تلاشی رو آموختید، تشکر برای شما که شما در دست به ما میگفتید که شما چی نظر دارید، شما چی اندیشه دارید، تشکر میگم که ما رو با کتاب عاشق کردید، تشکر میگم که ما رو وادار کردید که اندیشه داشته باشیم، فکری شخصی خود رو داشته باشیم و در جمعیت از همه مهم موقع داشته باشیم. بار دیگر میگم که همه اون استادانی که برای من درس دادن، نوشتن رو آموختن، حساب رو آموختن، گرامی هستن، عزیز هستن، ولی گاه با وجود خواندن، با وجود کتاب‌های زیاد، برخورد یک انسان، نگاه یک انسان، اندیشه یک انسان، مخصوصا استاد، مخصوصا معلم، زندگی یک نفر رو، اندیشه یک نفر رو، مطالعه یک نفر رو برای همیشه تغییر میدهد و اون مکتب است که زندگی شما را سمت میدهد، تصمیم گیری های شما را در آینده سمت میدهد و شما را وادار میکند که چی را انتخاب کنید و به کدام راه بروید. تمام آموزگاران، معلمانی که همین لحظه ها، همین ساعت ها، همین روزها در مکتب ها با درس گفتن مشغول هستند، با تربیه مشغول هستند، واقعا شما قهرمانان زمان مایید، همان هایی که وجدانن، دلسوزانه، پاک وجدانانه به درس گفتن مشغول هستند و به کسب آموزگاری همچون عشق، همچون محبت نگاه میکنند. واقعا ثنا میگویم، درود میگویم و تشکر میگویم از همه شما، از همه استادان و باید بدونیم که پیشرفت کشور، اقتدار کشور، توانمندی های کشور تنها و تنها از آموزگار و استادان وابستند. روز فرا برسد، ساعت فرا برسد که جایگاه استاد، جایگاه معلم در این کشور به یک جای برسد، به یک سطح برسد که ما معلم شدن، آموزگار شدن را آرزو کنیم. باقی سلامت باشید، سربلند باشید. برای یک شما پیروزی، کامگاری، سعادتمندی و تمامی خوشی ها را در زندگی آرزو دارم. خدا یاری آورد.